السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران، پدران و مادران، آبونچی ها و هواداران شبکه‌های اجتماعی، امروز خواستم قصه دو دوستی را برای شما قصه کرده باشم. یک روز دو دوست به سفر می برآیند. هنگام سفر در موضوع بین یکدیگر بحث میکنند و این بحثشان به جنجال مبدل میگردد. یکی از دوستان غضبش را اداره کرده نمیتواند و برای دوست دیگرش یک مشت میزند و دوستی در زمین خوابیدهش قهر و غضبش فرو می آید و در روی قمزار می نویسد: امروز بهترین روز است برای من، تو اینکه از دوست جانیم مشت خوردم. برمی خیزد و باز هر دو سفر را ادامه می دهند. چون به جای آبادی می رسند تصمیم می گیرند که در آنجا یک مدت بمانند و به لب دریای می روند. در آنجا یک مدت دم می گیرند و ناگهان همان دوستی که مشت خورده بود پایش لغزیده به دریا می افتد. اما شناوری خوب نبود، شنا کرده نمی توانست. قریب مانده بود که غرق شود، اما دوست دیگرش در حال به کمک وی می رود و او را نجات می دهد. و این دوست غرق شدهش با یک سختی به بالای سنگ می نویسد: این روز برای من بهترین روز است، چون که مرا دوستم نجات داد. دوست حیران می شود، می گوید که ای دوست، تو چی کار می کنی؟ هنگامی که تو یک مشت زدم و بالای خاک نویستی که این روز برایم بهترین روز است، چون که مرا دوستم یک مشت زد. این روز که تو را نجات دادم باز به بالای سنگ نوشتی که امروز برایم بهترین روز است، چون که دوستم مرا نجات داد. در هر دو حالت تو گفتی برایم بهترین